درود. امروز میخوام یه راز بزرگ برای رسیدن به آرامش رو براتون بگم. نگران حرف مردم نباشید. هر کسی حق دارد نظرش رو بگوید، اما شما حق ندارید ناراحت شوید. ولی حق دارید که نظر او را نادیده بگیرید. اگر کسی با شما بیادبی کرد، شما برای او دعا کنید که حالش خوب شود و به راهتان ادامه دهید. دیوید جی پولای، نویسنده کتاب قانون کامیون حمل زباله، یک بار در یک تاکسی نشسته بود که ناگهان یک ماشین از محل پارک خود با سرعت بیرون آمد و جلوی تاکسی آنها پیچید. راننده تاکسی مجبور شد به شدت ترمز کند و در فاصله چند سانتیمتری از ماشین دیگر متوقف شد. راننده آن ماشین سرش را بیرون کرد و با عصبانیت فریاد زد، در صورتی که مقصر خودش بود. اما راننده تاکسی فقط لبخند زد و برای آن مرد دست تکان داد و به راهش ادامه داد. دیوید از این حرکت راننده تاکسی تعجب کرد و گفت: آن مرد نزدیک بود ماشینت را مچاله کند و جفتمان را راهی بیمارستان کند. چگونه توانستید آنقدر خونسرد باشید؟ پاسخ راننده تاکسی که دیوید آن را قانون کامیون حمل زباله مینامد این بود: خیلی از مردم مثل کامیون‌های حمل زباله‌اند. آنها در حالی که پر از زباله‌اند به این طرف و آن طرف می‌روند. وقتی مخزنشان پر می‌شود، دنبال جایی می‌گردند تا زباله‌هایشان را تخلیه کنند و اگر بهشان اجازه دهید، زباله‌ها را روی شما خالی می‌کنند. سعی کنید به آسونی ناراحت نشوید. باور کنید این گونه شادتر خواهید بود. با ما باشید.